شام 1 اکتبر در شهر پوشکن در 24 کیلومتری سانت پتربورگ شهروند 42 ساله تاجیکستان فردوس سلیمانوف را به سبب در جستجوی بین المللی قرار داشتنش دستگیر کردند. در این پوره به پایگاه خبری نیفسکی نووستی منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داده است. با گفته او فردوس سلیمانوف حالا در قسم نوبداری ریاست کارهای داخلی شهر سانت پتربورگ نگاه داشته می شود و پلیس الکی به مقامات تاجیکستان درباره بازداشت او خبر داده است. اکنون باید مسئله استرداد او به تاجیکستان بررسی شود. منبع نیفسکی نووستی خبر داد که سلیمانوف را در تاجیکستان حبس انتظار است چون که او را به دعوت‌های عمومی به افراطگرایی ایبدار می‌کنند. بنا به فرضیه تفتیشات فردوس سلیمانوف روز 3 ژانویه سال جاری هنگام در روسیه قرار داشتنش همچون میمون در برنامه در یوتیوب که از سوی یک گروه در تاجیکستان تروریستی اعتراف شده اشتراک کرده گویا در رفت برنامه به تغییر دادن ساخت سیاسی جمهوری دعوت کرده است. هنوز معلوم نیست که سخن مشخصا درباره کدام برنامه اپوزیسیونی می رود. قبلا مقامات تاجیکستان چند نفر را با جرم اشتراک در برنامه اصلاح تیوی و بلاگر مخالف محمد اقبال صدرالدین و حق و باطل از فعال حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 حسین اشوروف زندانی کرده بودند. از جمله ماه سال جاری دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه عبدالستار میرزایف سردار انبار لوازمات علاقه و واسطه های فنی قسم حربی 6593 سرایست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم مساعدت به فعالیت سازمانهای با قرار دادگاه غیر قانونی اعلان شده با استفاده از اینترنت به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. اما محمد اقبال صدرالدین آن وقت به بامداد گفت این نفر را که با جرم گویا صحبت با سردبیر اصلاح به 7 سال محبس محکوم شده است اصلا نمیشناسد. حسین اشوروف نیز با برنامه او همکاری داشتن عبدالستار میرزایف را رد کرده بود.